بچه که الان 27 ساله است طرفش سل میکنه در این شرایط دید یک وقت موی سرشان سفید شده ریششان سفید شده شوکی عصبی پیدا کردن روانی شدن ای چیز واقعا طرف جوان سال میکنم دلم تیکه تیکه میشه ما چه می وطنی ما که آرام میشه که ما روز میبینیم اگر نه حقی من نیست که ما در این سرکا بگردم درست خود چیزی نیست در شب حساب کنین ببینین که چی مبلغی هست انشالله نشردیتان استفاده کنین خیلی سلام برسه خاله جان خوب هستی؟ علیکم سلام زنده باشین سلامت باشین او ماشاءالله چقدر سیب است از کجا آوردین سیب را؟ زنده باشین سلامت باشین از مارکت آوردم از مارکت آوردین روزی چند میفروشین و آیا مشکلات زندگی خانوادگی تان بازی حل میکنه؟ سپورت به خداوند گفت از تو حرکت از ما برکت حرکت که به خداوند کردی انشالله خداوند برکتش میده ما اول پیاز کچالو کار میکردم پیاز کچالو خیلی قیمت شده در برای ما فایده می مثلا 190 کچالو پیاز میگیرم 200 سودا میکنم یک دهی میمونه دیگه برادرها بیچاره کم پیسه هستن ندارن اکثری برادرها واسش نمیرسه نمیتونه به 200 گرفته او مال خشرکی است من نمیتونم گرفته باز خب در فامیل چند نفر هستین و سرپرست خانوادیتون کی است؟ سرپرست خانواده خو شهید شدن دیگه این از شوهر ما 13 سال شد امروز این سال 13 سال شد بچگه که خوردم 13 ساله شده حالی دیگه حالی هم طفل هستن دیگه حالی هم مشکلاتشان زیاد است سرم ما 8 نفر هستم در خانواده خب 8 نفر هستین و این باز مشکلات زندگیتان حل میکنه یک مفروشن اگر خداوند برکت پرته حل میکنه انشالله باز وقتی که پیسه مصرف شد و خلاص شد تا یک چند روز که اوله قفی پای کنم و دست کنم یک چند روز به دستم بیای زحمت میکشم در پیسه ضرورت می داشته باشم یک چند روز کار کنم باز یک کرای خانه و مشکلاتی مثلا غذا و چیزا حل میشه این قسم مشکلی که سرپناه نداریم اولی بگیریم خانه بندازیم یا قرض ما پرداخته شود نمیشه من مریض هستم من پیسه دوا رو ندارم بچه برم دوا بگیرم به خدا مریض هستم من میالین باور کن رای شفاخانه را ما گفته اگان تا متر کردیم بیخی میرم میایم میال خودم مریض هستم پیاده میرم خطای پای ما رو سوخت گرفته یکی و ای که شما دگام میگردین شاید دگام به ساعتان ببین تو پای ما یکی سوزش داره از دست که روی زمین سرخ هسته در یه هفته و سوزان ما میریم آرزوی بزرگ زندگیتان چیست که بعض اوقات که تنها میشین در ذهنتان میاد؟ آرزوی بزرگ می نمیسته بچیم روزی باشه که یک آرامی را بیاره که نمت اولادای ما در گرد ما خودم آرام باشیم یک لقمه نان اولاد ما کار کنه و ما بده ما خیلی گفته اگه تا پیچه سفید شدیم را آرامی را هم ندیدیم روز خوب هم ندیدیم اینا تو روزگار خراب هم دیدیم از این که بالاترش ندیدیم دیگه که ما بگیم بیخی خوب باشیم ندیدیم که خوب باشیم از بدتر شدیم آرزوی ما ای است با هر چی نباشه جنگم باشه وطن ما است در هر جای باشه سر ما پناه میشه مثلا یک خیمه بزنیم یا در یک چهار دیوالی باشیم خیمه بزنیم روز ما تیر میشه ولی کن زمستان در آمدن است میآید نه؟ در زمستان خیلی دشوار می باشه بر ما یک جای سرپناه صحیح داشته باشیم یک اولادای ما یک چند روپه سرمایه داشته باشه که کار کنه یک چوبی سوخت یک چیز دایی گبا بسیار در مشکل بله دیشب یادتان است که تفلکایتان چی خورده؟ شب ما چی بگویم برد خودم خنده میگیره دال خوردیم و بعض اوقات هم شده گرسنه خوابیده بود نخوردیم باور کن که من یک دانه میوه در خانه نمیبرم که اولادم بخورم میگم همین قیمت از نمیتونم که بخرمش همین خودم دوا میخورم این دوایم در پاکت است یک دانه میوه را نمیخورم پیسه ندارم من چی بخرم بخورم من برادر گلم مرا گریان میگیره مرا بچه کلانم 27 ساله است بچه کلان 27 ساله است طرفش سل میکنه در این شرایط دید یک وقت موی سرشان سفید شده ریششان سفید شده شرایط تغییر میکنه تحویلات میآید یک کار مثلا از دولت بگیره او فسخ میشه میمونه از کار مانده شوکی عصبی پیدا کردن روانی شدن ای چیز
واقعا طرف جوان سال میکنم دلم تیکه تیکه میشه بچم این وطنی ما که آرام میشه که ما روز میبینیم اگر نه حقی من نیست که من در سرکا بگردم اکثر اوقات که با خودتانم تنها میشین قسم گیریتان میگیره از الله مثال چی میخواین بچه من میال خودم یک بچه بیخ حساب خراب شده با واقعیت باشد میگم این باور نمیکنم میبرم تا دست گرفتن نشان میدم صبح میگم بچه ما ندارم خیست گریان داره ناق میگم از کجا کنم برم به تو او بخرم ما هر روز شب روزمان به گریان است شب روز من دختر جوان دارم در خانه بچه نیمچه جوان دارم که طرفشان سال که میکنم مدرسه خواندن نمیتون درس رفتن نمیتون چرا میگه مرا فیسش اینی قدر است فیس مثلا در یک کورس برای یا در یک مدرسه برن در یک قاری خانه برن اینا آرزو دارن من یار سرش جبری میکنم باور کنین یک بچه که 13 ساله من طفل است دیگه هنوز زیر سن است من سرش از پایان در بوشکه میگیره میبره در خانه در چهارراه قنبر در خانه بالا سودا میکنه از پایان برداشته میره خدا مشکلات شما را میتونه خاله جان از شما را حل کنه برصورت ما کوشش میکنیم که بتونیم شما به طور دوامدار ان شاء الله یک شماره ارتباطی با شما داشته باشیم به طور دوامدار ان شاء الله بتونیم در صورت که از ما به عنوان یک پول انتخاب کنن شما رو کمک میکنیم خاله جان ما یک برنامه داریم خب در یک دست پیسه است در یکیش نیست خب میتونین که از اون کمک بخواین خب راست یا چپ چپ چطور؟ مطمئن هستین؟ من چون دیگه توکل به خدا دانم برم دیگه خداوند خدا و نظر شما چیست؟ از راست از خودت راست است؟ خب در راست خود چیزی نیست در چپ حساب کنین ببینین که چی مبلغی هست انشالله نشردیتان استفاده کنین خیلی 5000 به خیر استفاده کنیم مادر بزرگوار انشالله ما کوشش میکنیم که به طور دوامدار به صورت امکانات شما رو کمک در اخیر اگه کوتاه پیامتان بگوین پیامم این است که امو برادرایی که همراه ما مثلا خیر سخاوت که میکنن یک زمینه کار برمان مساعد کنه که ما خانمای افغانستان به استعداد نیست خیلی استعداد بالا داره و حمایتگر نداره ان شاء الله از شما خاله جان همچنان اونم عین پیام اینا خب دوستان از لینک مشاهده میکنیم شماره تماس در خدمت شماست ان شاء الله یک پیام دیگه هم دارم خداوند این برادرایی که به فکر ماست به فکر خانواده‌های بی بضاعت است سربلند داشته باشه همراه شما برادرای بچهای نازنینم دیگه ما همیشه خداوند دست به دواستیم دیگه ان شاء الله خیر بینید زنده باشین فعلا پول اردیتان سهم دارین ان شاء الله از اردیتان می باشه و شما لینک ها مشاهده میکنید دوستان عزیز و شماره تماس ان شاء الله ما در پل ارتباطی میان شما و این هستیم. السلام علیکم.